خب در این بخش میخوام به معرفی شیوه ساخت چالش بپردازیم که بسیار ساده و بسیار قدرتمنده. همونطوری که توی این تصویر ملاحظه میکنید دکمه‌ای در پایین و وسط صفحه اصلی نرم افزار چالنسی وجود داره با علامت یک به علاوه که شما اگر روش کلیک کنید به شما 3 تا آیتم رو میده که اولیش کرییت چالش یا ساخت چالنجه. وقتی که روی کرییت چالش بزنید برای شما یک فرمی رو باز میکنه که بخش اولش نوشته چالش نیم، شما نام چالنجتون رو ایجاد میکنید. بخش دومش کاتگوری است که توی کاتگوری شما یکی از 3 تا کاتگوری فان، اچیومنت و روتین رو انتخاب میکنید بسته به نوع چالنجتون و ماهیتش. بخش سوم اکسس تایپه که شما انتخاب میکنید که پابلیکه، یعنی همه افراد توی پلتفرم میتونن کو چالنجر شما بشن و همزمان با شما اون چالش رو انجام بدن. یا پرایوته که اگه پرایوت باشه فقط کسانی که توی چین های شما باشن میتونن شرکت کنن که اگه پرایوت رو انتخاب کنید لیست چیناتون باز میشه و اگه چینی داشته باشید میتونید انتخاب کنید که افراد اون چین این چالش رو فقط بتونن کو چالنجر شما بشن. و بعد از اون شما کامپیتیشن تایپ رو میبینید که این چالش آیا فریه، یعنی بدون اینکه افراد امتیازی رو به شما بسپارن میتونن کو چالنجر شما بشن، یا از نوعهای غیر فری هست مثل پرایز یا کراودد. و بعد از این شما دکمه وان تایم چالش رو میبینید که در دکمه وان تایم چالش انتخاب میکنید که این چالش آیا یک چالش یک باره است یا اگه یک باره نیست و پروگرسیو، روزهای چالش کردنتون رو به 3 استیج تقسیم میکنید و همینطوری که در فیلم نشون داده شده با کشیدن دکمه کشویی روزها رو افزایش میدید. بین 1 تا 10 روز هر استیج رو میتونید تقسیم کنید و وقتی که روزها رو تنظیم کردید با زدن دکمه کرییت چالش شما ایجاد میشه و میرید تو صفحه سامری چالش که حالا میتونید عنوان چالنجتون رو تغییر بدید و بعد از اینکه عنوان چالنجتون رو ست کردید باید یک ویدیوی 1 تا 30 ثانیه‌ای به صورت عمودی برای معرفی چالنجتون آپلود کنید و یک تامنیل یا یک تصویر افقی که پوستر این چالش باشه رو ایجاد کنید که به بقیه نشون داده بشه. وقتی که این 2 تا ویدیو رو همونجوری که در تصویر میبینید توی بخش‌های آپلود ویدیو و اد ویدیو تامنیل اضافه کردید، سیو چنج رو که بزنید چالش شما ویدیو و تصویرش آپلود میشه و آماده میشه برای اینکه این چالش شما استارت بشه. همینطوری که تو بخش سامری ملاحظه میکنید الان وقتی ویدیو رو آپلود کردید به شما استاتوس چالنجتون رو در وسط صفحه نمایش داده که پابلیک، یعنی همه افراد میتونن کو چالنجر شما باشن. فریه یعنی نیاز به امتیاز گذاری ندارن برای اینکه ورود به این چالش برای به عنوان کو چالنجر بکنن. و کرییتد یعنی آماده شده برای استارت، ایجاد شده برای استارت. در بخش پایین صفحه سامری هم چالش استاتیستیکس رو میبینید که با توجه به دیلی ریپورت هایی که شما هر روز از اکسپریانس چالنجتون شیر میکنید، تجربه چالنجینگتون رو با فالووراتون شیر میکنید و میگید که چقدر به اهدافتون رسیدید یا به نصف اهدافتون رسیدید یا به هیچیش نرسیدید، برای شما آمارتون رو جمع آوری میکنه. اگر به نرم افزار سر نزنید و دیلی ریپورت نگذارید از شما امتیاز کم میشه و به عنوان اکسپایر اون روز توی آمارتون خواهد آمد. و بعد از این دکمه کو چالنج شما میبینید که افراد میتونن این دکمه رو بزنن و با شما کو چالنج بشن. در نهایت سامری چالنج رو که شما رد کنید و وارد بخش چالنجرز بشید، اینجا میتونید لیست مین چالنجرها و مین چالنجر و کو چالنجرها رو ببینید که چه کسانی با شما کو چالنج شدن. و بعد از این وارد بخش استوری لاین میشیم. تو استوری لاین یک نمودار پیشرفت چالش رو میبینید که از 3 مرحله تشکیل شده، همون 3 استیجی که شما بعد دیلی ریپورتاتون رو در اختیار نرم افزار بذارید. در اینجا اگه دکمه استارت رو بزنید چالش شما استارت میشه و از اون لحظه 24 ساعت به شما وقت میده که اولین دیلی ریپورتتون رو وارد نرم افزار کنید که تجربه
چالنجینگ روز اولتونه. در ویدیوهای بعدی نحوه دیلی ریپورت گذاشتن رو هم با شما در میون خواهم گذاشت. این یه ویدیویی بود که به شما بگه چطوری یک چالش رو در نرم افزار چالنجی ایجاد کنید.